حساب کردن سینوسول در اکسل. برای ما فونکسیای رزمداد رو استفاده می‌کنیم. برابر می‌گذاریم. می‌نویسیم رزمداد. قوس رو می‌کشیم. بعد سینوسول رو انتخاب می‌کنیم. حجره سینوسول رو نقطه ویرگول می‌گذاریم. باز تاریخ روز امروزه رو انتخاب میکنیم. امروز 13 اکتبر 2023. باز نقطه ویرگول میگذاریم و F4 رو زیر میکنیم برای اشاره دلار پیدا شدن. بعد نخونک رو میکشیم. در اینجا با انگلیسی Y می‌نویسیم، یعنی که Y. قوس رو می‌پوشیم. این اشاره دلار برای فرمولا عوض نشدن. وقتی ما با پایان میکشیم فرمولا خطا نشان نمی‌دهد. یعنی جمشید 38 ساله بوده است. فرمولا رو با پایان میکشیم. سینوسول همه کارگران پیدا شد.